خسته بازار سره موږ مخامخ سولو. دلته ډېرې وچې میوې پیدا کېږي. زه به دا تاسو ته په بک‌گراوند کې وینئ. انشالله که خیریت باشه. یک حادثه بسیار بد دیده میشه اینجا. شایدی موتور سوخته. اینو یک کار شیشتگی هستم. برام مرمی هسته. زمستان تابستان میشه. بجنده. زمستان تابستان خودی چی کم. بعد داره اینجا چی فلسفه داره؟ بازار اون چیات میشه؟ پسته بازار سبزی بهار. پسته بازار سبزی بهار. بله. چند است کوزا و چند است کوری؟ کوزا قیمتی داره. چند است؟ 300 تا 500 شالله. حج مصرف 4 زن میبره یا نمیبره اینجا؟ اینی 5 زن باشه بدر میشه 4 تا بدر میشه. خب یکی دیگه هم باقی پیسه خو میبره. باز خودت چطور ماشاءالله پهلوان است یا نه؟ ان شاء الله برابر هستیم. خب سلام علیکم دوستان عزیز، جور بخیر صحتمند. به چنل فواد نادری خوش آمدین. تشکر از اینکه برنامه ما را همیشه بیننده هستین. چنل فواد نادری سابسکرایب کنین. کسایی که نو آمدن لایک کامنت هم یادتان نره. دوستان عزیز، ما روانه بدخشان هستیم و از مسیر راه قندوز تخار بدخشان ان شاء الله و شما برنامه دارین. فعلا ما این مسیر که شما میبینین مسیر کندوز است. کندوز در شمال افغانستان واقع شده و با ولایت‌های تخار، بغلان و بلخ هم مرز است. همچنین از طریق رودیامو با تاجیکستان مرز مشترک دارد. این موقعیت کندوز را به یک منطقه مهم تجاری و کشاورزی تبدیل کرده است. دوستان عزیز، این منطقه را که شما می‌بینید این منطقه به نام چینزایی است. در این منطقه دوستایی که رفت آمد دارن چون حیوانات اینجا زیاد است. کوشش کنین که در این مسیر بسیار با احتیاط و با سرعت قابل کنترل پیش برین، چون اینجا حیوانات زیاد از این منطقه سرک زیادتر عبور مرور میکنه و نشه که سبب حادثه ترافیک شود. دوست عزیز، موقعیتی که شما میبینین این به نام موتر سوخته در تخار، یک منطقه تخار یاد میشه. در اینجا همی شخصی که اینجا میباشه قصه میکنه که خودش هم تقریبا 60 سال عمر داره و مدت 33 سال میشه از اینجا نگهبانی میکنه که در جاده عمومی تخار قندوز موقعیت داره. او یک حادثه خیزی داره. قصه میکنه که یک از روزهای تابستانی سال 1363 بود. هنگامی که در افغانستان روس‌ها حضور داشتند، یک اراده موتر نو بس 302 که اکثری از سرنشینان آن را افراد ملکی و شمول زنان و کودکان تشکیل میداد، از شهر طالقان با منطقه چینیزایی از مربوطات ولایت تخار و در مسیر عمومی ولایت تخار قندوز موقعیت دارد در حرکت بود که ناگهان مورد تهاجم و حمله نیروهای مربوط به شوروی وقت قرار گرفت. وی می افزاید که در نتیجه این رویداد 72 تن به گونه بیرحمانه کشته شدند و حتی برخی از زنان با کودکان شیرخوار خود با هم چسبیده و در آغوش هم جان باخته بودند. لحظه ای که اشک از چشمان همه با دیدن این وضعیت سرازیر می شد. این مرد محسن می گوید از آن زمان به بعد موقعی که این موتر آتش گرفته است به موتر سوخته مسما شده است. موتور سوخته. اینو یک کار شیشتگی هستم. برام مرمی هسته. زمستان تابستان میشه. بجنده. زمستان تابستان خودی کم. بعد داره اینجا چی فلسفه داره؟ مصطفی نمیشه ایجاد دیگه میخوام دو میگم ملت میاد توبت دوشه میگه دوشه میگیرم. ها واسه میاد فکر من اومد همین دیوال با کارش هیچ سر نمیگیره میره دو بده میشه خداوند قبول کنه الله قبول کنه. در این موقعیت دوست عزیز بدبختانه که با یک تصویر روبرو شدیم. حادثه ترافیکی رخ داده بود. موتر با موتورسیکل و زخمی هم در بر داشت. متاسفانه بسیار یک حادثه دلخراش بود دوست عزیز و دوستایی که تصویر ما رو میبینن خصوصا در مسیر رانندگی میکنن یا به چکر میان بسیار با احتیاط، خصوصا در تمام جاده های افغانستان، چون جاده های افغانستان ازدحام زیاد اما جاده های خرد است دیگه. بسیار زیاد کوشش کنید که در این جاده ها خصوصا در ساحات اطرافی که میرین
چون در اون مسیرها حیوانات هست، موتورسایکل و موضوعات ها، یک سلسله موضوعات های کسایی هست که جواز قوانین ترافیکی را رعایت نمیکنن، بنا نشه که مشکل ترافیکی براتان رخ بده و چکری که شما میخواین بزنین او را به جگرخونی تبدیل کنه. دیگه از چکر خود، از تفریح خود لذت ببرین. بسیار با احتیاط رانندگی کنین و خصوصا کسی که دریور است، چون تمام مسئولیت کسی که در وجه سواری است به دوش از او است. بسیار زیاد به احتیاط از این مسیر پیش بره که نشه خدای نخواسته با مشکل روبرو شوین و تفریح براتان یک سبب جگرخونی به شما بگرده. و این موقعی که دیدیم دوستای عزیز، ما به شهر طالقان تخار آمدیم و این موقعیت طالقان یا مسیر طالقان بود و که اینه بخیر از این موقعیت ما مسیر میبریم و میریم بخیر به طرف بدخشان. این مسیر دوستای عزیز به ولسوالی فرخار ولایت تخار میره. فرخار اکثر شما نامش شنیدین، بسیار یک جای تفریحی و اکثرت گردشگرای عزیز در خصوصا در تابستان به این موقعیت حتما میان و از فضای اینجا، از دیدنی های اینجا، از جای سبزی اینجا حتما لذت میبرن. فرخار دوستای عزیز کسایی که ندیدن حتما یک بار بیان. بسیار یک جای زیبا، موقعیت زیبا و زیبای خود به خود دارن. یکی از ولسوالی های زیبای و مقبول افغانستان به شما میره. اینجا هزایدل به نام سنگ زغال یاد میشه که در مسیر بدخشان تخار موقعیت داره و اینجا هم میگن که به نظرم بعضی کانهای یا معدن‌های زغال هم اینجا موجود است. عزیز ما هم رسیدیم آهسته آهسته بخیر به بدخشان، ولایت زیبای بدخشان و ولسوالی کشم، ولسوالی کشم بدخشان. دوستا بدخشان شما نامش شنیدین. بدخشان یک ولایت زیبای و یک از ولایت های
بزرگ افغانستان به شمار می رود. بدخشان در شمال شرق افغانستان واقع شده و با کشورهای تاجیکستان، چین و پاکستان هم مرز است. راهروی واخان باریکه‌ای که افغانستان را با چین متصل می کند در این ولایت قرار دارد. این ولایت یکی از مرتفع ترین و کوهستانی ترین مناطق افغانستان است و بخشی از رشته کوه هندوکش در آن قرار دارد. رودخانه کوکچه یکی از منابع آبی مهم این ولایت است. طبیعت بدخشان شامل قلعه‌های بلند، دره‌های سرسبز و یخچال‌های طبیعی می شود. بدخشان تاریخ کهن دارد و در منابع تاریخی از آن به عنوان یکی از مراکز استخراج لاجورد یاد شده است. مردم بدخشان به زبان‌های دری، واخی و پشه‌ای صحبت می‌کنند. این ولایت ترکیبی از فرهنگ‌ها و سنت‌های متنوع است که از اقوام مختلف بدخشان سرچشمه می‌گیرد. بدخشان با داشتن معادن لاجورد معروف است. لاجورد بدخشان از با کیفیت ترین انواع در جهان به شمار می‌رود. کشاورزی و دامداری نیز از منابع اصلی معیشت مردم است. محصولات چون گندم، جو، سیب و گردو در این منطقه کشت می شود. دوستان عزیزی، بازار که شما میبینین بازار ولسوالی کشم بدخشان است. این بازار هم یکی از بازار پر جمع جوش است. ولسوالی کشم بدخشان یکی از ولسوالی بسیار بزرگ بدخشان به شمار میره. واقعا بدخشان هر موقعیتش اگر ما ببینیم یک موقعیت بسیار عالی، طبیعت بسیار زیبا، خصوصا در بهار تابستان این موقعیت ها کشم و تمام بدخشان جای دیدنی داره. در اینجا حتما دوستایی که نامدن بیان به ولایت زیبا از جای دیدنی ولایت دیدن کنن، ببینین بازار چقدر یک جمع جوش خوب داره، دکانای بسیار خوبش، طبیعت بسیار زیبا. هر گوشه افغانستان که ما شما میریم واقعا میگه یکیش از دیگهش که مقبول است و شما میبینید که چه یک بازار مقبول و پر جمع جوش داره این ولسوالی. دوستان عزیز، دریایی که طرف دست چپ میبینین دریای کوکچه است. حتما در چند وقت از رسانه ها نامش زیادتر شنیدین. این دریایی است که در چند وقت دو سه حادثه دلخراش رخ داد، دو سه موتر در اینجا غرق شد و کسانی که در اونجا بودن به شهادت رسیدن. خداوند کسانی که به شهادت رسیدن غرق رحمت خود بسازه و به بازماندگانش صبر جمیل نصیب کنه. این دریا به نام دریای کوکچه یاد میشه که از مشهورترین دریاهای افغانستان است. این موقع دوستان عزیز شهر آتینجلوی بدخشان است که یک شهر که زیبا دیده میشد و یک جای ما دیدیم که تورنمنت خزونی والیبال یعنی یک تورنمنت هم گرفته بودن و این مردم گفته میشد که یعنی یکی از ورزش‌های مورد علاقه مردم والیبال هست
شهرک زیبایی بود که از این مسیرم ما تیر شدیم. سلامونه دوستانو، ستړي مسئ، خدای دې کې ټول جوړ روغ صحتمند اوسئ. موږ هم بدخشان خوا روان یاستو، دې موقع ته راورسېدلو. نو دلته ډېر بازار، یو ښایسته بازار سره موږ مخامخ سولو. دلته ډېرې وچې میوې پیدا کېږي. زه به دا تاسو ته په بیکګراونډ کې وینئ. دا خو انځر دي او پسته، پسته او بعضې ډیکوري شیان هم دلته ایښي دي د کور لپاره. نو ډېر ښایسته یې کړي. چطور هستی؟ جور هستی؟ بخیر هستی؟ خوب هستی؟ دستم پسته خوب هستی؟ جان جور هست؟ شکر. محمد حجت الله. حجت الله. بازار اون چی یاد میشه؟ پسته بازار سبزی بهار. پسته بازار سبزی بهار. بله. این پسته از کجاست؟ پسته این منطقه است. خوی منطقه پسته داره؟ وطنی است پسته؟ پسته وطنی است. پسته خارجی نیست دیگه؟ نه خارجی نیست. چطور از بازارتان؟ خوب است دیگه، برابر از بازار ما 24 تا فعال است و خلاص برابر است. میشه کار میشه؟ بله ان شاء الله خوب است. خود پسته جور نکردین؟ خود جور کردیم. چند از بازی کیلو سودا میکنین یا هکتارش سودا میکنین؟ جیل کی سودا میکنیم؟ جیل چند است؟ 60 70 80 120 است. یک جیل چقدر وزن دیگه؟ طول نکردیم دیگه. ها بله. یعنی سعی کنید بسیار دیگه مقبول چی نکردین؟ بله. میره بسیار مقبول نه؟ بله را تموم جور کردیم یا بیگان تا میبره خانه ویزا میکنه. دلش میخوره و دلش استفاده میکنه. بله هر چی بکنه میشه. برو موفق باشی بده. خیر ببینیم. باشه. بازار گوری دوستانو. چطور هستی بدر؟ خوب هستی؟ جان جور است. چی است نام تو؟ احمد میلاد. احمد میلاد. دکان سوسته؟ بله. یعنی می کل دیگه می کوزه و چیزا دیگه. کوزه دیگه همون میوه‌دانی و تو بیا اینجا خوب بک‌گراند نکسی اینجا پوش می. ده. پوشیست دیگه. چند است کوزه و چند است دیگوری؟ کوزه قیمتی داره. چند است؟ 300 تا 500. چند گلاس داره باز؟ با 4 گلاسش هم داریم، 1 گلاسش. میره خودتون جور میکنین یا میارین از بازار؟ نه میاریم از بازار. چند است اینی چند است جلش؟ یکی از 100 روپیه. چند جل است اینمی؟ یعنی یکم 10 جل باشه. یک جل از 100 روپیه؟ بله یک جل. من فکر شده 100 روپیه میگه. نه یعنی یک جل است. چطور بود؟ پسته خوبش است؟ بله خوب است. پسته سفید خوب است. بازار پسته داره یا نه؟ بله. کدام مردم اینجا زیاد میاد پیشتون میبرن؟ از ولایت مختلف میاد دیگه. خارجی میاد؟ خارجی میاد. تیر میزنه بدخشان میگیره باز چیزا؟ میان اینجا حساب میشن زیاد. مکتب پانتون خواندی یا نه؟ پانتون خواندیم آقا. چی خواندی؟ صنف زراعت. در کجا؟ این پانتون بدخشان. در کجا باز دور از شما دیگه نه؟ دور است. یک نیم ساعت راه است. اون دیگه نزدیک شده میگه تقریبا. نزدیک شده. نیم ساعت راه است. خیر بین دادا. خیر باشه. کاکاش تو هستی؟ الحمدلله. جان جور است؟ بخیر هستی؟ خوب است. از اینجا هستی؟ بله چی میگه سبزی بهار. سبزی بهار؟ بله کاروبار داری یا چکر اومدی؟ کاروبار ما چکر وطن خودم است که چکر اومدیم. چکر میزنی دیگه امروز دیگه. دکان داری یا نه؟ نه ندارم دکان. داشتم فروخت. تو خدا رنگ پر کردی کمپانی رنگ کردی؟ خانه رنگ کردم گلکار است. برو جور آرام باش کو. بخیر. خدا. چطور هستی کاکا؟ شکر الحمدلله. بیایی طرف این دکان است. بله مهربان هستید. چطور هستی؟
شکر الحمدلله. نام ما نجم‌الدین پهلوان است. پهلوان نجم‌الدین چرا نجم‌الدین پهلوان است؟ نجم‌الدین پهلوان است. خب چرا اول نام باز پهلوان؟ 4 تا خاطر از پهلوانیش پسر مونده. بله خب واسه مهربانی است. این دکان از خودت است؟ بله مهربانی است، از خودمون است. چطور است قیمت فروش نمیدونی؟ نیست قیمت فروشی قیمت ها مناسب. میگه اینجا میمونا را که نو ببینن میگه یکم قیمت میگن. ان شاء الله چطور است کاروبار؟ ان شاء الله خوب است. خب ان شاء الله حق مصرف 4 زن میبره یا نمیبره اینجا؟ یعنی 5 زن باشه و در میشه 4 تا و در میشه. خب یکی دیگه هم باقی است. پیسه میبره باز خودت چطور ماشاءالله پهلوان است یا نه؟ ان شاء الله برابر هستیم. خب برابر هستیم. خب ان شاء الله. ها؟ نه است. خب گفتم که زن عقبش بگه گرفتن نتونستی ما باشیم بگیریم نه. خوش باشیم آقا. خیر باشیم. زنده باشیم. خب برادر گفتم که یک زن بگیر نمیتونه. خب 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 دوستانو من هم بس زول خیر سره بدخشان خواته مسیر مو خواته ده نو دیجی هم دست میگه ولن تصویر بخارک نو من سره وسیگه از من چنل سبسکرایب کی فون داری خدمت کنید.